وقتی رفتم کسی بد رقم نکرد. دل من میخواست تلافی بکنه. پس چی شد؟ هیچ کسی عاشقم نکرد. وقتی رفتم نه که بارون نگرفت، هوا صاف و خیلی هم آفتابی بود. اگه شب میرفتم و خورشید نبود، آسمون خوب میدونم مهتابی بود. دم رفتن کسی گفت سفر به خیر، که باسم غریب و ناشناخته بود. اما اون وقتی رسید که قلب من همه آرزوهاشو باخته بود. اما اون وقتی رسید که قلب من همه آرزوهاشو باخته بود. با سلام به همه عزیزان و بینندگان تپشویکی در سراسر دنیا. در گذشت این بانوی آواز مهسی عزیز رو به همه عزیزان در سراسر دنیا تسلیت میگیم. از طرف تپشویکی این برنامه بود اهدایی به تمام دوستداران مهستی و خانواده اون، به خصوص سحر عزیز که میدونم این روزها لحظات بسیار سختی رو داره و از خدا برای اون آرزوی صبر و تسلای خاطر داریم. بله عزیزان، همونطور که میدونیم مهسی عزیز در سن 61 سالگی روز 25 جون روز دوشنبه 8 صبح از بین ما رفت و یک دنیا اندوه رو باقی گذاشت. وقتی رفتم نه که بارون نگرفت، هوا صاف و خیلی هم آفتابی بود. اگه شب میرفتم و خورشید نبود، آسمون خوب میدونم مهتابی بود. دم رفتن کسی گفت سفر بخیر، که واسم غریب و ناشناخته بود. بله عزیزان، شعرهای مهسی امروزه که معنا میگیره، حالا که در بین ما نیست. با تشکر از همه عزیزان و بینندگان تپشویکی در سراسر دنیا که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین. توجه شما رو به تکه‌هایی از خاطرات زیبایی که ما با مهسی داشتیم 2 سال و نیم پیش در کنسرتی که در کن بود جلب می‌کنیم. مطمئنم که دیدن این برنامه خالی از لطف نیست و بسیار شیرینه برای دوستداران مهسی. توی خونه ها جا بذار، دیدی که چقدر با حال و با شور و ماشاءالله. اولا قلقله بود و بعد اینقدر مردم با شور و حال بودن که دیگه اصلا نمیدونستم چیکار کنم براشون. به خدا هر چند دیدی خواستن خوندم، هی گفتن من اصلا تو رو خدا آهنگای قدیمی براشون خوندم. اگه با موزیکم حتی من تمرین نداشتم ولی برای هموطنان. عاشق تک تک هموطنام هستم و این عشق جوونا، عشقی که به جوونا دارم میبینم اینطوری و دلم میخواد این جوونای ما همیشه موفق و سربلند که افتخار همه ما باشن، چون اونا افتخار ایرانن. ان شاءالله که همیشه هم موفق و زنده و شاد باشن. قربون همگی شما. به خدا اون بیگناه سرزنش نکن دلم، به خدا